شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان گفت بخش عمده وزیران حکومت را به ولایت‌ها می‌فرستد تا مشکلاتی را که مردم در آنجا روبرو می‌شوند از نزدیک تجربه کنند. میرزیوف روز 26 اپریل در جلسه حکومت گفت 70% وزیران و مقامات بلندپایه دیگر که در تاشکند به سر میبرند اکنون در ولایت‌ها زندگی خواهند کرد. او گفت ما در تلویزیون می‌بینیم که مردم در ولایت‌ها چه زندگی دارد. آب نیست، گاز نیست، ساختار زمانوی نیست، برق نیست. به قول میرزیوف از 32 میلیون اهالی ازبکستان 2.5 میلیون نفر در پایتخت یعنی شهر تاشکند زندگی میکنند و باقی همه در ولایت‌ها به سر میبرند. رئیس جمهور نگفت که کدام وزیران را به ولایت‌ها انتقال می‌دهد و بود و باش آنها چقدر دوام خواهد کرد. پرزیدنت همچنین چهارچوب کوچیدن وزیران به ولایت روستاها را اعلان نکرد، اما گفت فرمان پرزیدنت در این باره به زودی صادر خواهد شد. جلسه حکومت در روزی برگزار شد که جهانگیر آرتیخواجاєف صاحبکار ثروتمند 43 ساله اجرا کننده وظیفه میری تاشکند تعیین شد. او در این مقام رحمانبگ عثمانوف را عوض کرد که 6 سال شهردار تاشکند بود. شوکت میرزیوف میگوید فعالیت شهردار پیشین قناعت بخش نبود و تلاش‌ها برای بالا بردن سطح زندگی مردم با سرعت حرکت سنگ پشت عملی میشد. پرزیدنت به مقامداران هشدار داد که به دست آوردن اعتماد مردم یگانه کفالتی در مقام باقی ماندن آنهاست.